سوءظن شدید صهیونیست‌ها به هم. اینجا همه به هم مشکوکند. ممکن است هر کسی در سرزمین‌های اشغال شده برای ایران جاسوسی کند. روش‌ها همان روش‌های قبلی است، هم جذب و هم بکارگیری. همه موارد با جذب از طریق انواع پیشنهادهای کاری شروع می‌شود. سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونی این روزها خیلی تحت فشار است. این را شبکه نیوز نیشن آمریکا میگوید. بنابر گزارش‌های تازه، اسرائیل همکنون با همه‌گیری جاسوسی از درون روبروست. انگیزه جاسوس‌ها متفاوت است. بر اساس این گزارش، طمع‌ورزی و حتی گاهی شهوت پشت این جاسوسی است و حتی گاهی آماده هستند برای پول سریع روزانه آدم بکشند. این شرایط صهیونیست‌ها نتایج بزرگی به همراه داشته برای ایران. یکیشان که اخیراً خیلی سر و صدا کرده، انتقال میلیون‌ها سند حساس و محرمانه از تو در توترین شبکه امنیتی جهان از تل‌آویو به تهران است. بخشی از آن که میشد منتشر شود در روزهای گذشته به نمایش درآمد. صهیونیست‌ها از این نفوذ عمیق اطلاعاتی ایران دردشان گرفته. اینجا در رسانه‌هایشان میگویند המודיעין האיראני מצליח להשיג כמות מידע שמוגדר אסטרטגי רגיש לרבות מסמכים שמעידים על היכולות של ישראל גם בתחום הגרעין, בין המסמכים גם סרטונים, גם מסמכים וגם תמונות. שהמבצע הזה היה כנראה בסמוך למעצרם של שני הישראלים רועי מזרחי ואלמוג אטיאס. גורמי מודיעין איראנים מנסים כל הזמן לגייס ישראלים דרך הרשתות החברתיות. آنها در ماه‌های گذشته بسیار سعی کردند تا به گروه‌های مختلف دسترسی و نفوذ پیدا کنند که همچنان هم ادامه داره. این میتونه دانشمندان باشن یا بازیگران و یا همچنین سیاستمداران رو شامل میشه. میلیون‌ها سندی که رسانه‌های بین‌المللی از آن به عنوان پیروزی اطلاعاتی ایران بر رژیم صهیونی یاد می‌کنند. دستگاه اطلاعاتی ایران یک کار بسیار شگرف را انجام داد و از تأسیسات هسته‌ای اسرائیل و هویت کارکنان این تأسیسات اسناد و اطلاعات منتشر کرد. کار بسیار معجزه آسایی رفتن و چنین از داخل اسرائیل اطلاعات جمع کردند و منتشر کردند. ایران یک پیروزی بزرگ به دست آورده. یا به عبارتی شکست سنگین اطلاعاتی شین بت و موساد از سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات. بنابر اعلام منابع صهیونیستی، افزایش عملیات‌های اطلاعاتی ایران در هفته‌های گذشته در سرزمین‌های اشغالی کار را برای این رژیم و نهادهای اطلاعاتیش دشوار کرده. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.